ظهر هفتم نوامبر ساکنان نویه مشچو سابقه‌دار جنگ بزرگ وطنی پیر خردمند و نماده جسارت و وطن دوستی کوچکباقی مولاجانوف را به خانه آخرت گسیل نمودند. کوچکباقی مولاجانوف در سن 97 از عالم چشم پوشید. مراسم ودا و نماز جنازه با اشتراک رهبریت ناحیه، میمانان از خوجند و دوشنبه، سابقه‌داران مهنت، فرزندان و پیوندان و ازدحام ساکنان مشچا در ورزشگاه رقم 24 خواجگی سامانیان برگزار شد. نماز جنازه مرحوم از جانب فرزندش دانشمند شناخته پروفسور سیفالله مولاجانوف خوانده شد. مولا ساقی عطاالله‌زاده معاون یکم رئیس ناحیه ضمن ابراز همدردی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مشچا از زندگی و فعالیت جوانمردانه مرحوم یادآوری نموده کارنمایی قوچقبای مولاجانوف را شایسته افتخار و نمونه عبرت و پیروی به نسل امروزه و فردا دانست. البته مرگ فرد نجیب قوچقبای مولاجانوف برای اهل دیار مصیبت گران می باشد، اما چه علاج که عمر آدمی از آمدن و رفتن عبارت است. به قول نیاگان بزرگمان عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، ولی خاطره درخشان شادروان در دل ما زنده و جاوید باقی میماند، تاکید کرد ملا ساقی عطاالله‌زاده معاون یکم رئیس ناحیه مشچا. شاعر و روزنامه‌نگار شناخته جوره یوسفی با قرائت مرثیه کوچکباقی مولاجانوف چون آخرین سرباز جنگ آلمان پاکسیرت، نیک صورت، خوش زبان و رمز پیروزی خلق توصیف کرد. کوچکباقی مولاجانوف 18 اپریل سال 1924 در دهه خودگیف سایه ناحیه کوهستان مشچا به دنیا آمده. در سن 16 سالگی عضو کلخاز نفت تأسیس 8 مارت دهه مذکور می شود. 5 مای سال 1943 با دعوت کمیسریت حربی ناحیه کوهستان مشچا به فرانت رفته در جبهه یکم اوکراین برای آزادی اوکراین، بلاروسیا، کشورهای نزد بالتیک، افریقا، چکسلواکیه و پولشا جنگیده است. شادروان کوچکباقی مولاجانوف 23 فوریه سال 1945 در محاربه نزد کراکوف زخمی گردیده 9 مای غلبه را در شهر براتیسلاو پیشواز میگیرد. کارنمایی‌هایش با 2 مدال برای جسارت، برای اشغال کردن کونیگسبرگ، برای آزاد کردن ورشاوا، اردن جنگ بزرگ وطنی و دهها نشان و افتخارنامه‌های گوناگون قدردانی شدند. مرحوم تنها پس از 2 سال تمام شدن جنگ سال 1947 به وطن آمده. از سال 1961 در ساحه‌های گوناگون برای رشد آبادی دیار نو مشچایان دلورزین فعالیت کرده است. شادروان 11 فرزند را به ویه رسانیده است که چون پدر نامدارشان برای خلق و وطن صادقانه خدمت میکنند. رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ناحیه سوریا یعقوب و درگذشت کوچکباقی مولاجانوف را مصیبت کلان دانسته گفت مرحوم یکی از 2 نفر آخرین از اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی از ناحیه مشچا که در همه جشن و چهره‌بینی‌ها گل سر سبد بودند محسوب می‌یافت.